اینجا آبشار سراب، استان قوچان، استان میشه دیگه قوچان ایران، درست میشه ایران قوچان، روستای سراب. همینجوری میای بالا، اینجا رو میای بالا، خیلی راه یه نیم ساعت 40 دقیقه میای بالا، سربالایی رو میای بالا تو کوه، میرسه به این آبشار. از دل کوه داره آب میاد. این براش هم که اینطوریه، نیم کنید اینجوری. الان میریم پایین، شما هم ببینید. چون آنتن ندارم اینجا لایو مار نمیشه، مجبور شدم که فیلم بگیرم. صدا هم گرفته ولی آب یخی داره. این بالا هم داره آب میاد. این بالا باز باغ هستش، چیز میز هستش، همه چیز هست. انگور زیاد کاشتن، نمیدونم چیزای دیگه، خیلی چیز. بریم همینجا پیاده بریم ببینیم کجا میرسیم. شما هم ببینید. آره من اینجوری هم هر جا میرم فیلم میگیرم، میخوام بقیه هم ببینم چیزایی که بعضی خب خوششون میاد، دوست دارم دیگه. الان گفتم اینجا فکر کنم یه پایین‌تر یه روستا بود، سراب، فکر کنم اونجا بود. این میای بالا اینجا میشه یه آبشار سراب. باغ انگور زیاده، باغ ماغای دیگه هم هستن. این بالا خنک. الان امروز 4 تیره 405. آره من سرما خورده بودم، یه ذره بهتر شده. خب با من از اون بر اومدم سربالاییشو، چون مریضم شده بودم دیگه، تازه خوب شده. من به خدا آقا، من وسط راه خودم رو انداختم، گفتم من نمیام. سربالایی بود آقا، منو آورد دیگه به زور، دهنمو سرویس شد. ولی آدم سالم باشه قشنگ میاد. اینجا جوبشه، جوبه چی همینجوری داره. خب این همینجوری میره پایین دیگه، میری تا پایین روستا. میگم همینجوری نمیگیرم دیگه. این همینه، این تپه از کوبه چیه، اینا درخت چیه نمیدونم، گل داده چیه.